توجیکستان امامعلی رحمان روز 2 سپتامبر با فرمانهای خود پرزیدنت سابق افغانستان برهانالدین ربانی و فرمانده ائتلاف شمال احمدشاه مسعود را پس از مرگشان با مکافات عالی دولتی جمهوری تاجیکستان اردن اسماعیل سامانی درجه 1 سرفراز گرداند. جایزه های عالی تاجیکستان به این دو شخصیت شناخته افغانستان در آستانه سالگرد 20مین قتل احمدشاه مسعود و سالگرد 10مین قتل ربانی و همچنین در حال صورت گرفت که اکثر قلمرو افغانستان اولو تحت تصرف جنگجویان طالبان قرار گرفته در دره پنجشیر تحت فرمانده احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود جبهه مقاومت ضد طالبان شکل گرفته ایستاده است. تاجیکستان در حال حاضر از انگشت شمار کشورهایی است که با صراحت از تاجیک‌های افغانستان حمایت می‌کند. امامعلی رحمان هفته گذشته و وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی قطعاً اظهار داشت که تاجیکان افغانستان باید در حکومت آینده آن کشور جایگاه شایسته داشته باشند. او تاکید کرد که تاجیکستان هیچ گونه حکومت دیگر را که در این کشور با راه ظلم و تعقیب بی در نظر داشت موقع کل مردم افغانستان به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می شود اعتراف نخواهد کرد. احمدشاه مسعود سابق وزیر مدافعه افغانستان و فرمانده ائتلاف شمال 8 سپتامبر سال 2001 در نتیجه حمله مرگ طلبانه جنگجویان القاعده کشته شد. برهانالدین ربانی که از سال 1992 تا سال 2001 پرزیدنت افغانستان بود 20 سپتامبر سال 2011 در کابل نیز در یک سویقست مسلحانه به هلاکت رسید. اردن اسماعیل سامانی مکافات عالی دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شخصان ارزنده برای خدمت‌های شایانه سپرده می شود.